يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوست عزیز و بزرگوار، فضل الرب عزیز، خیلی ممنون از لطف شما و تمام دوستان عزیز شما. کاملا درست فرمودی که المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه. تمام اهل ایمان برادران و خواهران همدیگر هستند و هیچ تفاوتی در بین این وجود ندارد. پروردگار وقتی که ما را آفریده می‌فرماید یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله علیم خبیر. در اینجا پروردگار می‌فرماید ای مردم، ما شما را از یک مردی و از یک زنی آفریدیم. همون پدر بزرگ ما آدم علیه السلام و مادر بزرگ ما حوا علیها السلام. این بزرگواران، از این دو تا بزرگوار پروردگار همه ما را آفریده. یعنی در اصل همه ما برادران و خواهران همدیگر هستیم. در نتیجه ما را وجعلناكم شعوبا و قبائل، و ما شما را به ملت‌های گوناگون و به قبیله‌های گوناگون در آوردیم. تعدادی از اهل تفسیر میگویند شعوب برای غیر عرب است و قبائل برای عرب است. معمولا عرب قبائل هستند، شکی در آن نیست. و قبائل کمتر در عجم هم هست، اما در غیر عرب شعوب وجود دارد. مثلا ملت فارس، ملت کرد، ملت تاجیک، ملت این شعبه بودن و اختلاف در زبان و در مناطق و در رنگ و در اینها هیچ کدوم سبب بزرگی نیست. یعنی هیچ کدوم برای این نیست که کسی خود را از دیگری برتر بداند، بلکه این فقط جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تا با همدیگر آشنا شوید و از همدیگر استفاده کنید و تعارف در بین شما ایجاد شود، نه تفاخر و کسی خودش را بزرگتر از دیگری ببیند، نه خود بزرگ بینی، نه تکبر، نه، بلکه تعارف و همدیگر را بشناسیم و از همدیگر استفاده کنیم و از هر کدوم ممکنه چیزی داشته باشد دیگری نداشته باشد، از همدیگر استفاده میکنیم و با هم زندگی میکنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حقیقتا پروردگار میفرماید گرامی ترین شما، محترم ترین شما، بهترین شما نزد پروردگار اون کسی است که تقوای بیشتری داشته باشد. کسی که تقوای بیشتری داشت اون نزد پروردگار بزرگتر، گرامیتر، بهتر، محبوبتر است. و کسی که تقوایش کمتر باشد نزد پروردگار کرامت و احترامش هم کمتر است. در نتیجه ما اگر این گونه بفهمیم هیچ تفاوتی بین ما و شما نیست. فلانی نمیدونم افغانی باشد، فلانی تاجیکی باشد، فلانی ایرانی باشد، فلانی نمیدونم امریکایی باشد، اروپایی باشد، هرچی. تمام اهل ایمان و ایمانداران همه برادران و خواهران همدیگر هستند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنان و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستداران و یاوران همدیگر هستند.
یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف میکنند و نهی از منکر میکنند. یعنی یکی از صفات این ولایتی که با هم دیگر دارند، مظهر این ولایت این است که با هم امر به معروف کنند و با هم نهی از منکر کنند. و یطیعون الله و رسوله، و خدا را اطاعت کنند و رسول خدا را اطاعت کنند. و این اصل هست که ما باید این مطلب را بفهمیم که پروردگار ما را گوناگون آفریده تا از همدیگر استفاده کنیم و همدیگر را بشناسیم و هر کسی چیز بهتری دارد از او استفاده کنیم. منم امیدوار هستم شما مسلمانان تاجیکستان و تمام مسلمانانی که زبان من را میفهمند، مخصوصا مسلمانان تاجیکستان، آرزومندم که شما سربلند و موفق دنیا و آخرت باشید.